سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال انرژی مثبت خوش اومدین. دوست دارم نظرتون رو در رابطه با این کانال بدونم. اگر واقعا این مطالب براتون جذاب و ارزشمنده، میخوام که همین الان سابسکرایب کنید و اگر نظری دارید برای بهتر شدن روند این کانال، من خوشحال میشم که برام کامنت بذارید. بریم به ادامه مطالب، یعنی ادامه 2 ویدیوی گذشته که راه‌های درک زبان بدن زنان و حالات چهره آنان بود. لبخند حاکی از خجالت و نگاه رو به پایین. هر وقت دیدید دختری لبخند حاکی از خجالت میزند و بعد بلافاصله بعد از اینکه شما سریع متوجه نگاه گذرایش شدید، نگاهش رو به پایین انداخت، می توانید با اطمینان تصدیق کنید که آن دختر مجذوب شما شده است. این یکی از مهمترین و جالبترین نشانه های زبان بدن زنان است که اکثرا از آن غافل می شوند و مردان را گیج می کند، چون آنها معمولا نمیفهمند راه طنازی که زنان ترجیح میدهند از طریق نشان دادن احساس مجذوبیت به شکلی ماهرانه و از طریق نشانه‌های خاص زبان بدن زنان است. بهترین پاسخ برای این نوع از زنانی که دارای این نشانه‌های زبان بدن حاکی از مجذوبیت هستند آن است که مردان باید سعی کنند چیزی کوتاه و شوخ طبعانه مرتبط با بعضی از رفتارهای شیطنت آمیز زبان بدن به آنها بگویند یا برای 1 ثانیه کلاً بدنشان را به سمت دیگری بچرخانند و بعد دوباره مشغول طنازی با او بشوند. به عنوان نمونه می توانید چیزی شبیه این بگویید: موقع گپ زدن با من لازم نیست اینقدر تظاهر به خجالتی بودن بکنی، چون من همیشه همه چیز رو میفهمم. بلافاصله بعد از گفتن این عبارت باید فقط برای چند ثانیه کاملا خودتان را از دیدرس او دور کنید و بعد لبخند بزنید و با شوخ طبعی از گوشه چشم پشت سرتان را نگاه کنید و با آن زن روبرو شوید. احتمالاً دنبالتان راه افتاده است. در واقع این هم جزو ساده ترین و در عین حال جالب ترین توصیه ها در مورد درک زبان بدن زنان و حالات چهره آنهاست که آدم ها باید یاد بگیرند، چون برای هر موردی صدق می کند. مورد بعدی، با دست موها رو به پشت سر انداختن. در واقع بدن انسان نسبتاً کم مو است. سوای خزندگان، ماهی‌ها و پرندگان هیچ پستانداری دیگری نیست که به اندازه انسان‌ها بیمو باشند. موی بلند و آویزان همیشه نشانه از سلامت و تمایلات جنسی زنانه و قابلیت بارداری است. زنی که با دست موهایش را به پشت سر می اندازد تلویحاً می گوید به من نگاه کنید. من احساس اطمینان، شادمانی و سلامتی می کنم. مورد بعدی، لب گزیدن. وقتی صحبت از یادگیری درک زبان بدن زنان می شود، این یکی از مرتبط ترین موارد است. مردان این زبان بدن زنان را بسیار دوست دارند. دلایل آن هم هنوز ناشناخته هستند. در واقع هیچ چیزی برای تحریک تستوسترون خالص در بدن مردان گزیدن ناخودآگاه لب پایین نیست. در صورتی که لب پایین به آرامی با دندانها گرفته شود، به طرز شهوت‌انگیزی از لای دندانها سر می‌خورد. اگر یک دختر این زبان بدن را به خوبی و ناخودآگاه انجام دهد، می‌تواند یک مرد را به زانو درآورد. با این حال اگر این کار خوب انجام نشود، تبدیل به یک تقلید مسخره‌آمیز خواهد شد. و عجیب آن است که این نشانه زبان بدن بین همجنس بازان به عنوان یکی از علائم جنسی به حساب می آید. مورد بعد، افشان کردن موها. یادگیری درک زبان بدن زنان هرگز کار ساده‌ای نیست. در مورد یک دختر تاب دادن یا افشاندن موها نشانه‌ای از طنازی است.
توضیح رایج برای این عمل آن است که این رفتاری اتفاقی است برای به نمایش گذاشتن گردن، یک منطقه محرک احساسات جنسی معروف. از طرف دیگر این گونه توضیح داده می شود که یک دختر با افشاندن موهایش توجهات را به سمت موهای درخشان و سالمش جلب می کند. و مورد آخر از این مبحث نوازش گردن. گردن یکی از حساس‌ترین و همچنین از نقاط محرک احساسات جنسی زنان است که نوازش کردن آن توجه جنس مخالف را جلب می کند. خب چرا این اتفاق می افتد؟ ظاهراً مردها به طور طبیعی مجذوب پوست صاف و نرم یک دختر هستند و گردن به لحاظ اجتماعی در بین مجازترین نقاطی است که می توان آن را نشان داد. پوست صاف و نرم نشانه‌ای از سلامت و جوانی است که هر دو هنگامی که یک مرد به دنبال شکار همدمی برای خود می شود جزو عوامل مهم به شمار می روند. همچنین گردن یک بخش فوق حساس از بدن است. لمس کردن آن یک احساس نرم، دوست داشتنی و ملایم را برخواهد انگیخت. خب دوستان، به انتهای ویدیوی امروز رسیدیم، به انتهای مبحث دلبری جذاب زنانه با حرکات بدن که در واقع 31 مورد وجود داشت که من سعی کردم در قالب 3 ویدیو این رو براتون بازگو کنم. پس لایک و کامنت یادتون نره. تا سلامی دیگر، بدرود.